أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و مهربان و طلبگاران و خواهشمندان زبان عربی، اولا سلام خود را به یکایک شما رساندنی هستم و دوم گفتنی هستم که با فضل و کرم الله تبارک و تعالی ما و شما از مستوای اول از درسای زبان عربی 16 درس گرفتیم و امروز با فضل و کرم الله تبارک و تعالی به سمع شما برادران و دوستان درس 17 را خواهیم رسانید. اما پیش از آن که این درس 17 را شروع بکنیم، درس گذشته در آخر درس متاسفانه ثبت ما قطع شد، درس 16 و ما نتوانستیم که تا به آخر این موضوع را برسانیم. رقم 4 را ببینید: اسماء الاشاره للبعید غیر العاقل، اسمهای اشاره برای دوری که غیر عاقل هست. و این را می خواندیم که صدای بنده قطع شد، ثبت قطع شد دیگر. آخرش که بود ما دیگر اون ثبت را از جدید نکردیم، همون را برای شما پیشنهاد کردیم. و این درس اولا این را کامل میکنیم، پس میگذاریم به درس 17. اسماء الاشاره للبعید غیر العاقل، اسمای اشاره برای بعیدی که غیر عاقل باشد. ذالک بیت، آن خانه است. ذالک آن، بیتون خانه، ذالک بیت آن خانه است. اگر که آن خانه ها است که بگوییم، آن را ما مؤنث میاریم. برای گفتیم غیر عاقل، غیر عاقل که باشد با اشاره، با اسم اشاره مؤنث ما اشاره اش میکنیم. ببینید میگه تلک بیوتون، یعنی که آن خانه ها است. بیوتون جمع است، جمع خانه. بیتون یک خانه، بیوتون خانه ها. لیکن وقتی که اشاره که کردیم با اسم اشاره مؤنث اشاره اش کردیم. برای چی؟ به خاطر آنه که بیت، خانه، این غیر عاقل است. غیر عاقل رو ما گفتیم با اسم اشاره مؤنث اشاره اش میکنیم، جمعش رو. اما مفردش موافق به همون خودش. مثلا بیت یگان علامتی تانیث ندارد، پس میگیم که ذالک بیتون، یعنی که آن خانه است. اما بیوت جمع غیر عاقل است، برای خاطر میگیم تلک بیتون، تلک بیوتون، آن خانه ها است. و پایان این رو ببینید، آخران موضوعش رو که تلک سیارتون، تلک سیارتون، یعنی که آن ماشین است. برای چی ذالک نگفتیم؟ به خاطر اینکه سیاره آخرش ت دارد، علامتی تانیث دارد. برای همین خاطر ما نگفتیم که ذالک سیارتون، گفتیم تلک سیارتون، یعنی که آن ماشین است. و در اینجا نوشته شده است که تلک سیاره، نوشتگی هست سیاره، اصلش تلک سیاراتون، سیاراتون، ر و الف و ت حذف شدگی ای. این را خودتون بنویسید، تلک سیاراتون، یعنی که آن ماشین است، آن ماشین است. ببینید مفرد چه گفتیم تلک سیاره، جمعش هم گفتیم تلک سیاراتون. برای چی؟ به خاطر اونه که مفردش سیاراتون آخرش ت دارد، برای همون این را ما تلک گفتیم. سیاراتون را به خاطر چی تلک گفتیم؟ به خاطر اونه که سیارات جمع غیر عاقل که هست با اسم اشاره مؤنثی، اسم اشاره مؤنث ما اشاره اش میکنیم. پس این بود درس گذشته. درس گذشته متاسفانه اینجا قطع شد که گفتهاتون نتونستم. این را در ذهنتون داشته باشید. و امروز میگذاریم بعد درس امروزه خود، درس 17. ما و شما حالا از کورس یکم در درس 17 قرار داریم. الدرس السابع عشره، درس 17. همچنین جایز است بگیم
الدرس السابع عشره. السابع عشره گفتن جایز است، السابع عشره گفتن جایز است. اگر یگان کس بپرسد که به خاطر چی الدرس السابع گفتن جایز است، میگویم که الدرس السابع کشید صفت درس می شود، الدرس مرفوع که هست سابع مرفوع می شود. و بگویم که این اما گفته بودیم از 13 تا 19 مبنی است، سابع عشره باید باشد، مبنی بر فتح است. ما میگویم که اینجا اگر که معدود ذکر نشود بله مبنی بر فتح است، لیکن اگر معدود ذکر شود مبنی نیست، مبنی هست. اگر معدود ذکر شود مبنی هست، اگر معدود ذکر نشود در این صورت مبنی نمی باشد بلکه معرب می باشد. چطوری که در اینجا می بینید الدرس سابع عشره یعنی که معدود نیست، اصلا معدود ذکر که میکرد باید میگفت که الدرس السابع عشره درسن، درسن باید می آورد، نیاورده است. برای همون خاطر جایز است که ما بگیم سابعو. سابعوش که گفتیم صفت درسش گرفتیم، اگر سابعش که گفتیم مبنی گرفتیم، پس معدود ما محذوف میکنیم، میگیم که الدرس سابع عشره یعنی که درسن در اینجا محذوف است و ذکر شدگی نیست، اما در اصل وجود دارد. و به هر صورت که هر دیوه جایز است، میشود بگیم که السابع عشره، میشود بگیم که السابع عشره، هر دیوه جایز میباشد. خب موضوع درس ما در چی است؟ موضوع درس ما همون موضوع درس گذشته است، همون درسی که گذشته ما و شما گرفتیم. اگر جمع غیر عاقل باشد با اسم اشاره مؤنث یا با تأنیث مفرد ما اشاره اش میکنیم، چه ضمیر باشد چه اسم اشاره باشد برای قریب یا اسم اشاره باشد برای بعید، با مؤنث میگیریم جمع غیر عاقل را. این درس همون موضوع است به خاطر پخته شدن یا به خاطر قوی شدن موضوع گذشته. و همچنین ما درس گذشته یادتان باشه گفتیم که اگر که مبتدا جمع غیر عاقل که باشد پس ما خبر را مؤنث میکنیم، خبر را مؤنث میکنیم. یا که گفتیم موصوف یا منعوت اگر که جمع غیر عاقل باشد ما گفتیم صفت مؤنث میکنیم. یادتون هست؟ اگر یادتون باشد پس این درس همچنین همین موضوع ها رو بحث و بررسی و گفتگو میکند تا اینکه ما و شما قوی شویم و با قوت شویم در دانستن این مسئله. پس این بود موضوع درس. میگذاریم به درس همون. ببینید میگه که ابواب المسجد مفتوحتون، یکم رو ببینید میگه که ابواب المسجد مفتوحتون یعنی که درهای مسجد کشاده شده است، درهای مسجد کشاده شده است. ببینید ابواب مبتدا است، با ابواب مضاف است، المسجدی مضاف الیه، مفتوحتون خبر هست. ببینید ابواب جمع غیر عاقل که هست، برای همین خاطر ما گفتیم که مفتوحتون در آخرش ت موندیم. اگر همینجا یک در باشه بگیم که باب المسجدی میگیم مفتوحون، مفتوحتون نمیگیم، مفتوحون میگیم. لیکن ابواب المسجدی که گفتیم جمع آوردیم، جمع غیر عاقل که هست، برای همین خاطر خبر را ما مفتوحتون خبر که هست این را مؤنث میکنیم. در ذهنتون خوب بگیرید این نازکی را. اگر که مبتدا یا موصوف جمع غیر عاقل باشد، اگر خبر را یا صفت را ما مؤنث میکنیم. در همین مثال ابواب مبتدا است، جمع غیر عاقل هست، مفتوحتون خبر هست و مؤنث شوردیم به خاطر آنه که ابواب جمع غیر عاقل هست. در ذهنتون داشته باشید. رقم 2 لمن هذه البیوت الجدیده، از کی است این خانه های زیبا؟ ببینید لمن از کی است؟ هذه، برای چی هذه گفتیم؟ برای که البیوت این جمع غیر عاقل است. آیا جایز است من اینجا بگویم که لمن هذا البیوت؟ جایز است؟ نه، در زبان عربی خطا است، جایز نیست. برای چی جایز نیست؟ به خاطر آنه که عربها
جمع غیر عاقل را اشاره میکنن به مفرد مؤنث. هذه اسم اشاره برای مفرد مؤنث که هست، انا همین را ما میاریم برای موافق است به بیوت. بیوت جمع غیر عاقل هست، باید ما هذه بگیم. هذا گفتیم اگر خطا است و هؤلاء هم بگیم خطا است و باید بگیم که هذه البیوت خانه ها. ببینید الجدیدتو، جدیدتو صفت بیوت است. برای چی جدیدتو آخرش ت دارد؟ برای چی؟ بیوت مؤنث نیست، لیکن جدیدتو آخرش مؤنث است، علامت تانیث دارد. برای چی؟ سببش در چی است؟ سببش موضوع درس ما و شما که گفتیم موصوف یا منعوت اگر جمع غیر عاقل باشد آن را ما صفت میکنیم و نعتش میکنیم، نعت یعنی صفت، صفتش میکنیم به مؤنث. جدیدتو مؤنث است به خاطر آنه که البیوتو جمع غیر عاقل هست. این موضوع درس ما و شما هست. پس ما میگیم که لمن از کی است؟ هذه البیوت الجدیدتو، این خانه های زیبا. هی لمدیر الشرکتی، هی لمدیر الشرکتی. وای ببینید هیا با مؤنث آوردیم به خاطر چی؟ به خاطر آنه که بیوت جمع چی است؟ جمع غیر عاقل هست. جمع غیر عاقل که هست ما گفتیم جمع غیر عاقل رو اشاره کردیم یا ضمیر که آوردیم ضمیر مؤنثش میاریم. هیا ضمیر غائبی مؤنث است، ضمیر غائبی مفرد مؤنث است. لمدیر شرکت یعنی که از مدیری شرکت می باشه، شرکت یعنی کمپانیا، و از مدیری کمپانی است، از مدیری شرکت است، از مدیری شرکت است. رقم 3 النجوم جمیلتون، النجوم جمیلتون. ببینید میگم ستاره ها زیبا است. النجوم چی است؟ مبتدا است. جمیلتون رو ببینید خبر هست، آخرش ت دارد. برای چی؟ به خاطر آنه که نجوم جمع غیر عاقل است. نجوم جمع نجم است، نجمون یک ستاره، نجومون ستاره ها. ستاره ها جمع غیر عاقل کی هست، برای همین خاطر میگیم که جمیلتون. اگر جمیلون بگیم خطا است، اگر نه که یک ستاره باشد چی بگیم که النجمو میگیم جمیلون، جمیلتون بگیم خطا میشود اگر یک ستاره باشد. برای النجم علامت تانیث ندارد، پس مبتدا که شد خبرش همچنین مذکر می شود، میگیم که جمیلون، النجم جمیلون. لیکن در اینجا النجوم جمیلتون، ستاره ها زیبا است و ستاره ها جمع غیر عاقل که هست، مبتدا که هست، خبرش همچنین مؤنث میگیریم که جمیلتون این مؤنث است به خاطر آنه که مبتدا جمع غیر عاقل می باشد. النجوم جمیلتون یعنی ستاره ها زیبا است. رقم 4 را ببینید. هذه الدروس سهلتون، هذه الدروس سهلتون. این درس ها آسان است، این درس ها آسان است. ببینید هذه مبتدا است، الدروس این مضاف الیه هست، این بدل هست، معذرت میخوام مضاف الیه نه بدل هست. برای چی؟ به خاطر که بعد اسم اشاره گفتیم اسم بیاد الف لام داشته باشد اون ما بدل میگیریم. هذه الدروس بدل هست. پس ببینید شما الدروس جمع غیر عاقل هست، برای همین خاطر ما گفتیم که هذه. اگر یک درس باشه میگیم هذا الدرس سهل، این درس آسان است. لیکن جمع شکی میگیم هذه میگیم به خاطر آنه که دروس جمع غیر عاقل است، بعد خبرش همچنین سهلتون میگیم به خاطر آنه که دروس در اینجا چی است؟ جمع غیر عاقل است، یعنی مبتدا جمع غیر عاقل که هست، برای همین خاطر سهلتون میگیم، یعنی در آخرش تی تانیث بمونیم. هذه الدروس این درس ها سهلتون آسان است. این را در ذهنتون داشته باشید. همچنین مفرد چه خودتون بیارید.
اگر در اینجا ما بگیم که این یک درس آسان است، این درس آسان است، پس میگیم که هذا الدرس سهل، این درس آسان است. وقتی که درس ها را که گفتیم پس میگیم که هذه الدروس سهلتون، این درس ها آسان است. برای چی سهلتون گفتیم؟ خودتون را سوال بتید و خودتون جواب بدهید و خودتون این مسئله را بسیار کار بکنید. رقم 5، فی الهند لغات کثیرة. فی الهند لغات کثیرة، میگه که در هند یعنی هندوستان، در هندوستان زبانهای بسیار است. لغات زبانها، کثیرة بسیار. فی الهند لغات کثیرة، در هند زبانهای بسیار است. لغات در اینجا مبتدا است، کثیرة صفت لغات هست. برای چی کثیرة گفتیم؟ به خاطر آن که لغات جمع غیر عاقل که هست، برای همین خاطر میگیم کثیرة، آخرش را ت میمانیم. ما گفتیم که اگر منعوت یا موصوف اگر که جمع غیر عاقل باشد پس ما صفت رو مؤنث، مفرد مؤنث ذکرش میکنیم. پس ببینید کثیرة مؤنث است. برای چی؟ به خاطر اینکه لغات جمع غیر عاقل هست. فی الهند لغات کثیرة، در هندوستان زبانهای بسیار هست. رقم 6، این الکتب الجدیدة. این الکتب الجدیدة یعنی که در کجاست کتاب‌های نو، در کجاست کتاب‌های نو. ببینید الکتب جمع است، جمع غیر عاقل که هست و منعوت است و صفتش که کردیم جدیده تو میگیم، جدیده تو یعنی که با مؤنث صفتش میکنیم. پس در اینجا ما میگیم که الکتب مبتدا مؤخر، عینه را میگیم خبر مقدم میگیمش و کتب رو مبتدا مؤخرش میگیم و با همین کتب رو موصوف میگیم. الجدیده تو رو صفت میگیم، صفت میگیم. و بگیم که به خاطر چی جدیده تو آخرش ت آمد؟ میگیم به خاطر آنه که کتب یعنی که منعوت موصوف این جمع غیر عاقل هست. جمع غیر عاقل وقتی که ما صفت که میکنیم با مفرد مؤنث صفتش میکنیم. در ذهنتون داشته باشید. میگه که هی فی المکتبتی، وی در کتابخانه است. هی وی، ببینید اینجا دم همچنین هی ضمیر است برمیگردد به کتب. ما گفتیم که جمع غیر عاقل را ضمیر هم اگر بیاید مؤنث میاریم شد. در اینجا هی ضمیر مؤنث است برمیگردد به کتب و جمع غیر عاقل. فی المکتبتی در کتابخانه است. پس میگیم هی مبتدا است و فی المکتبتی جار و مجرور متعلق به کائنون خبر هست. و رقم 7، تلک السرور مکسورة. تلک السرور مکسورة یعنی که تلک آن اسم اشاره مؤنثی بعید هست. آن سرورون کتها. برای چی تلک گفتیم؟ به خاطر اینکه سرور یعنی کتها جمع غیر عاقل هست. جمع غیر عاقل که هست برای خاطر ما اشاره میکنیم به اسم اشاره بعیدی مفرد مؤنث. تلک اسم اشاره بعیدی مفرد مؤنث است. پس تلک مبتدا است و از سرور بدل از تلک است. مکسورتون خبر هست یعنی که مکسورتون شکسته شده، یعنی که آن کتها شکسته شده است. پس مکسورتون را بگویند به خاطر چی آخرش را ت موندیم مؤنثش کردیم؟ میگیم به خاطر آنه که سرور یعنی کتها جمع غیر عاقل که هست مبتدا است و خبرش را ما همچنین مؤنث میکنیم مکسورتون میگوییم. اگر یک کت باشد اگر میگیم که ذلک السریر مکسور. ذلک السریر مکسور یعنی آن کت شکسته شده است. ببین در اینجا مؤنثش نکردیم. برای سریر یک کت است یکمش و دیمش علامت تانیث ندارد، علامت مؤنث بودن که ندارد. برای همین خاطر میگیم ذالک السریر مکسور، یگان علامت تانیث در مبتدا و در خبر همراه نمیکنیم. و رقم 8، الساعة اليابانية رخيصة. الساعة اليابانية رخيصة. ساعت یابانی میگه ارزان است. الساعة مبتدا است. الیابانیه صفت ساعت است، ساعتی که از یابان برآمدگی است، یعنی صفت ساعت است.
رخیصتون این خبر هست. از ساعتو مبتدا که شد رخیصتون خبر می شود. پس بگن به خاطر چی رخیصتون رو آخرش در ت مانده میشید که بگیم رخیصون؟ میگیم نه. بگن به خاطر چی؟ میگویم به خاطر آنه که از ساعتو آخرش ت تانیث دارد، جمع نیست. یعنی که جمع نیست، از ساعتو یا ساعت است، لیکن آخرش ت تانیث که دارد، برای همون خاطر خبر را ما رخیصتون همچنین مؤنث میاریم، رخیصتون میگیم. یعنی که ساعت یپانی ارزان است. و رقم 9 هذه الحمر، در درون قوس ببینید که حمیر للفلاح. پس هذه این حمر جمع حمار هست، حمر جمع حمار. و حمیر همچنین جمع حمار هست. ما گفتیم در زبان عربی بعض نام ها چند نمود جمع می شوند. پس حمورون جمع خرها است، جمع حمار است. همچنین حمیرون جمع حمار هست. هر دوش هم جمع حمار می باشه، یعنی خرها. حمورون بگن یعنی خرها، حمیرون بگن یعنی خرها. هر دوش یک معنی دارد. پس میگد که هذه الحمر للفلاح، یعنی که این خرها از دهقان هست. ببینید هذه آوردیم. برای چی هذه آوردیم؟ به خاطر که حمر جمع غیر عاقل هست. اگر در همینجا یک تا حمیر بگیم، یک خر بگیم، اگر یک حمار بگیم، اگر میگیم که هذا الحمار للفلاح، این خر از دهقان است. اگر جمع خر را بگیم، یعنی خرها که بگیم، خرها جمع غیر عاقل که هست، بگیم هذه الحمر للفلاح. چطور که اینجا نوشته شده است، یعنی که این خرها از دهقان هست. رقم 15. رقم 15 را ببینید، میگه که این کتبکن یا اخواتو، یعنی که کجاست کتابهای شما ای خواهرها. کتبو کتابها، کن شما زنها. کن گفتیم ضمیر مخاطب جمع مؤنث می باشد. کتبکن یعنی کتاب شما زنها، یا اخواتو، اخوات جمع اخت است، یعنی که ای خواهرها. یعنی که کجاست کتابهای شما ای خواهرها. میگه که هی فی الفصل، وی در صنف است. هی به خاطر چی هی گفتیم و هو نگفتیم؟ سببش در چی است؟ سببش در این هست که کتب جمع غیر عاقل هست. این هی ضمیر است برمیگردد به کتب. یعنی که هی گفتنی، هی که گفتیم یعنی گویا گفتیم که کتابها فی الفصل در صنف است، یعنی ضمیر است، جای نشین است، برمیگردد به کتب، یعنی کتابها در صنف است. رقم 11 هذه کتبی و تلک کتب اختی. ببینید میگه که هذه کتبی، این کتابهای من هست. اشاره به اسم اشاره مفرد آوردیم، نه اسم اشاره مفرد مؤنث. هذه، برای چی هذه گفتیم؟ به خاطر اینکه کتب جمع غیر عاقل هست. پس هذه کتبی، این کتابهای من هست. کتب کتابها، یا یکی در آخرش میبینید ضمیر متکلم هست، یعنی من. کتبی یعنی کتابهای من. و تلک و آن کتب اختی، و آن کتابهای خواهر من هست. میگه تلک آن کتب. به خاطر چی تلک گفتیم؟ به خاطر اینکه کتب جمع غیر عاقل هست. جمع غیر عاقل که هست ما مؤنث میاریم اسم اشاره اش را، مفرد مؤنث اسم اشاره اش را ذکر میکنیم. پس در اعراب میگیم که هذه مبتدا، کتبی کتب خبر و کتب مضاف یا مضاف الیهش میگیم. و تلک همچنین مبتدا میگیم، کتب را خبر میگیم، با کتب مضاف است، اخت مضاف الیه، با اخت مضاف است و ضمیری که در آخرش میبینید یا کتبی، اختی اون یایی که در آخرش اون مضاف الیه هست. و این اعراب را در ذهنتون داشته باشید.
رقم 12 هذه مكاتب الطلاب. هذه مکاتب الطلاب. این میزی طلبه ها است. این میزی طلبه ها است. ببینید برای چی هذه گفتیم و هذا نگفتیم؟ به خاطر اینکه مکاتب جمعی غیر عاقل هست. پس هذه را میگیم مبتدا است و مکاتب جمع غیر عاقل که هست، برای این خاطر هذه را مبتدا را مؤنث آوردیم و مکاتب خبر هست جمع غیر عاقل و مکاتب مضاف است و طلابی مضاف الیه. مضاف و مضاف الیه. هذه مبتدا مکاتب خبر با مکاتب مضاف طلابی مضاف الیه. برای این خاطر مکاتب طلابی میگیم. اگر هم کسی بگه برای چی مکاتبو گفتی مکاتبه نگفتی، میگم به خاطر آنه که این مکاتبو یعنی که خبر هست، خبر باید مرفوع باشد. برای چی طلابی گفتیم طلابه نگفتیم؟ به خاطر اینکه طلابی مضاف الیه هست، مضاف الیه باید آخرش کسره باشد. این درس گذشته را یادداشت کرده استودم. و 13 فی هذا الشارع فنادق کبیرة. فی هذا الشارع فنادق کبیرة. میگه که در این کوچه، فی هذا الشارع یعنی در این کوچه، فنادق کبیرة یعنی که مهمان خانه های کلان هست. ببینید فی هذا الشارع، فی حرف جار، هذا اسم مجرور، هذا الشارعی بدل ای هذا می شود. الشارعی بدل از هذا می شود. پس این جار و مجرور متعلق میگیم به کائنون خبر مقدم. فنادق مبتدا مؤخر، این مبتدا است. فنادق مبتدا مؤخر. برای چی فنادقون نگفتیم؟ به خاطر اینکه این غیر منصرف است. علتش چی است؟ علت یعنی سببش چی است که غیر منصرف است؟ میگیم که صیغه منتهى الجموع است، یعنی بر وزن منتهى الجموع هست. منتهى الجموع. برای هم خاطر جایز نیست که فنادقون بگیم. کبیرتون صفت فنادق است. برای چی کبیرتون آخرش ت دارد؟ به خاطر اینکه فنادق یعنی که مهمانخانه ها جمع غیر عاقل هست. برای همون خاطر فنادق ما صفت که کردیم به مؤنث صفتش میکنیم، کبیرتون. و این بود حوار یا گفتگوی درس 17. و میگذاریم به تمرین ها. تمارین. تمرین ها. تمارین همچنین غیر منصرف است. علتش چی است؟ سببی غیر منصرف بودنش چی است؟ سببش همین است که تمارین صیغه منتهى الجموع است، بر وزن منتهى الجموع. منتهى الجموع دو وزن دارد. دو وزن است، یعنی تمارین. بعد الف سه حرف میآید و سه حرف که اومد اون حرف بینگیش ساکن میاد. پیش از الف دو حرف است، بعد الف سه حرف و سه حرف که اومد حرف بینش ساکن میآید. لیکن در بالا حاضرین فنادق ما همچنین گفتیم که صیغه منتهى الجموع است. اینجا از کجا بشناسیمش؟ پیش از الف فنا، ببینید فنا ف و نون پیش از الف دو حرف است، با بعد از الف دو حرف دیگر است. فنا دیقو یعنی که پیش از الف دو حرف باشد، بعد از الف دو حرف یا سه حرف باشد، اگر صیغه منتهى الجموع می شود. صیغه منتهى الجموع می شود. این را در ذهنتون بگیرید. در هر جایی که دیدید دیگر حاجت به پرسیدن و یگان چیز دیگر نیست. خودتون دیدید میشناسیندش. برای خودی تمارین و صیغه منتهى الجموع است، تنوین قبول نمیکند. رقم 1. تمرین رقم 1. اجب عن الاسئله الاتیه. میگه جواب بده تو. عجیب فعل امر هست مذکر. اگر مؤنث رو بگیم میگیم عجیبی، یعنی که جواب بده تو زن. مرد رو بگیم میگیم عجیب، یعنی جواب بده تو زن. تو مرد عجیب، جواب بده تو جوان پسر. عن الاسئله الاتیه، از سوال های می آمدگی. در پایین ببینید سوال ها رو آوردگی است. سوال ها رو میگه جواب بده. میگه که این الکتب الجدیده، یعنی کجاست کتاب های نو. این الکتب الجدیده، یعنی کتاب های نو در کجاست. ببینید الکتب موصوف است، الجدیده صفت است. برای چی جدیده رو آخرش ت آوردیم؟ علت چون خودتون بگید، زیرا که ما چند دقیقه پیش گفتیم که علتش چی است.
و جوابش خودتون میدید. این الکتب الجدیده تو در بالا چیزی که خوندیم همون را جوابش میدید. یعنی که کتاب های نو در کجاست و جوابش نباید بگید که وی کتاب ها وی در میز است یا در کتابخانه است، در کتابخانه است. پس میگید که هیا با مؤنث اشاره اش میکنید، با مؤنث اشاره میکنید، برام خود در ذهنتون بگیرید. میگید که هیا فی المکتبتی، وی یعنی کتاب ها فی المکتبتی در کتابخانه است. رقم 2 رو ببینید، میگید که لمن هذه البیوت الکبیره، یعنی که از کی است این خانه های کلان. لمن از کی است هذه البیوت الکبیره، این خانه های کلان، این خانه های کلان از کی است؟ پس شما در بالا چیزی که خوندید همون را جوابش رو میتید. این خانه های کلان از کی است؟ میگید که از مدیر هست، یا که در بالا چیزی که خوندیم همون را جوابش رو می نویسید. ببینید در اینجا هذه مؤنث آوردیم، یعنی که در زبان عربی وقتی که مؤنث میاد مذکر میاد خودتون سوال کنید که برای چی مذکر آمد و برای چی مؤنث آمد. اگر میخواهید در عربی پخته شوید، در عربی قوی شوید، انا میتونید سوال کنید هذه مؤنث آمد، برای چی مؤنث آمد؟ برای بیوت اینجا در چی است؟ جمع غیر عاقل است. و الکبیرتو خبر هست مؤنث آمد، برای چی؟ به خاطر آنه که الکبیرتو صفت بیوت است، بیوت در اینجا جمع غیر عاقل است، برای همین خاطر ما در اینجا صفتش کردیم به مؤنث. انا میتونید خودتون رو سوال بکنید. رقم 3 ابواب السیارة مفتوحة، آیا درهای ماشین کشاده شده است؟ آیا ابواب السیارة یعنی درهای ماشین مفتوحة کشاده شده است. ببینید در اینجا ابوابو مبتدا است، السیارة مضاف الیه هست. ابواب السیارة مضاف الیه شد، سیارتی میگیم برای مضاف الیه هست. ابوابو میگیم به خاطر اینه که ابوابو چی است؟ ابوابو مبتدا است و مفتوحتون آخرش در ته اومد. برای چی ته اومد؟ به خاطر اینکه مبتدا جمع غیر عاقل است، ابواب جمع غیر عاقل است، برای همین خاطر خبرش هم ما همچنین مؤنث میاریم، مفتوحتون میگیم. ما گفتیم جمع غیر عاقل صفت که کردیم به مؤنث صفت میکنیم. ابواب السیارة ابواب السیارة مفتوحتون، آیا درهای ماشین کشاده شده است. رقم 4 رو ببینید، میگه که این اقلام المدرسی، یعنی که قلم های مدرس در کجا است؟ قلم های مدرس در کجا است؟ پس شما باید خودتون جواب بدید، بگید که هی فی المکتبی، هی فی المکتبی، یعنی که وی در بالای میز است. در اینجا هی را میاریم، برای چی؟ به خاطر اینکه اقلام جمع غیر عاقل است، وقتی اشارهش که کردیم یا ضمیر که آوردیم پس ما مؤنثش میاریم، میگیم که هی فوق المکتبی یا که علی المکتبی، فوق بالای مکتب است، علی همچنین بر بالای مکتب است. رقم 3 را نگفتیم خبرش رو، یعنی که سوال جواب ندادیم، جوابش رو میگه ابواب السیارة مفتوحة، یعنی که آیا درهای ماشین کشاده شده است. این را باید شما خودتون جوابش رو بنویسید که نعم ابواب السیارة مفتوحة، بله درهای ماشین کشاده شده است. یکی میشه بگه که هی مفتوحة، هی یعنی ضمیر است برمیگردد به ابواب، مفتوحة یعنی کشاده شده است. همین طور میخونید و جوابش خودتون از ذهنتون میگوید. اگر بتونید در ورق مینویسید، در ورق نویسید با فایده میگیرید، یعنی که از حسابی نوشتن که چی طور نوشته میتونید یا نه، یا نوشتنتون چی طور هست. رقم 5 این الکلاب، سگ ها در کجا است؟ اینه در کجا است؟ الکلاب جمع کلب است، کلب یک سگ، کلابون سگ ها، الکلاب یعنی در کجا سگ ها. پس میگوید که هی فی الداری، یعنی که وی یعنی سگ ها در حولی است، در پیش خانه است. هی میگوید یعنی که وی ضمیری مؤنث میارید به خاطر اینکه کلاب جمع غیر عاقل هست. رقم 6 رو ببینید، میگه که این الحمیر، یعنی که خرها در کجاست؟ اینه در کجاست؟ الحمیر جمع حمار، یعنی خرها. این الحمیر، خرها در کجاست؟ پس جواب میدید که هی فی الحقلی، هی فی الحقلی می نویسید. پس می شود که وی در کشتزار هست،
وی در کشتزار هست. هیه میگوید. به خاطر چی هو نمیگوید؟ به خاطر آنه که حمیر، خرها جمع غیر عاقل که است، برای خاطر هیه میارید، ضمیر مؤنثش میارید. رقم 7 این کتبک، این کتبکی یا مریم، یعنی کتاب های تو در کجاست ای مریم. برای چی کتبکی گفتیم؟ به خاطر آنکه منادا مؤنث است، یا مریمو، مریم رو پرسیده ایستادیم، برای خاطر میگیم که این کتبکی یا مریمو، یعنی کتاب های تو در کجاست ای مریم. کتابکی کی یعنی تو، مؤنث کی است، برای خاطر کی میگیم. اگر مذکر کی میشد در اینجا مثلا یا محمدو میشد، میگفتیم که این کتبک یا محمدو، یعنی کتاب های تو در کجاست ای محمد. اینجا زن کی است، برای خاطر میگیم که این کتبکی یا مریمو. برای چی کتبو گفتیم؟ به خاطر اینکه مبتدا است. مبتدا گفتیم مرفوع است، اینجا مبتدا مؤخر است. عین خبر مقدم هست، کتبو مبتدا مؤخر هست، کتبو مضاف است و کی ضمیر مخاطب مفرد مؤنث این مضاف الیه هست. یا مریمو یا حرف نداش میگه، مریمو را منادا میگیم، یا را حرف ندا میگه، مریمو منادا. مبنی علی الضم فی محل نصبش میگیم. بعد و کتابای تو در کجاست ای مریم، و در جواب میگوید که هیه مثلا فی حقیبتی، وی در سونکه من هست، یعنی که وی میگوید. برای چی هیه میگوید؟ به خاطر اینکه کتب جمع غیر عاقل است، برای خاطر ضمیر مفرد مؤنث میاره، میگه هیه فی حقیبتی، میگه حقیبتی به الف لام مینویسی، اگر یا در آخرش کی بیاد الف لام نمیگیرد. فی حقیبتی یا که فی الحقیبتی، فی الحقیبتی الف لام که نویسی در آخرش یا نمینویسی، ضمیر نمینویسی. اگر که الف لام ننویسی در آخرش ضمیر مینویسی. فی حقیبتی یا فی الحقیبتی، به آخرش یا نمینویسید. این را در ذهنتون داشته باشید، یعنی که الف لام قطعی ضمیر در یک اسم جمع نمیشود. این قاعده عربی است که دو معرفت در یک اسم جمع نمیشود. الف لام یکی از سبب‌های معرفه شدن هست و یا همچنین سببی است که معرفه میکند اسمی نکیره را، و این هر دو در یک جا جمع نمیشود. اگر مثلا گفتنی باشه کتاب من، میگویی که کتبی، الکتبی نمیگویی. یا که مثلا گفتنی باشه که الکتب، خلاص الکتب میگویی، در آخرش یا نمیمانی، یعنی کتاب و کتاب خاص معلوم است که یک آدم است. رقم 8 رو ببینید، میگوید که این دفاتر الطلاب، این دفاتر الطلاب، در کجاست دفترهای طلبه ها. دفاتر آیا جایز است من بگم که دفاترون جایز است؟ نه. برای چی؟ به خاطر آنه که پیش از الف دو حرف است، بعد از الف دو حرف است و این صیغه منتهی الجموع است. صیغه منتهی الجموع تنوین قبول نمیکنه گفته بودیم. پس میگیم دفاتر، همچنین در جمع قبول نمیکنه بدون ایم، به خاطر اینکه دفاتر مضاف است، مضاف همچنین تنوین قبول نمیکند. الطلابی مضاف الیه هست. این دفاتر الطلابی، یعنی دفترهای طلبه ها در کجا است؟ پس شما خودتون جوابش رو مینویسید که هی مثلا فی الفصل، یعنی که وی همون دفترها در صنف است. فی الفصل در صنف است. رقم 9 این الفنادق الصغیرة، این الفنادق الصغیرة، یعنی که مهمانخانه های خرد در کجاست؟ اینه در کجاست؟ الفنادق مهمانخانه، الصغیرة خرد میده. آیا جایز است من بگم که الفنادقون جایز است؟ نه جایز نیست. برای چی جایز نیست؟ سببش در چی است؟ سببش در این است که اولش الف لام دارد. الف لام که درآمد تنوین قبول نمیکند. اون قاعده ای که ما گفتیم که صیغه منتهی الجموع است، او را الف لام که درآمد دیگه نمیگیم صیغه منتهی الجموع است، میگیم که الف لام دارد و تنوین قبول نمیکند. خلاص. این الفنادق، فنادق یعنی که گسنیچه ها یا مهمانخانه ها. الصغیرة خرد. برای چی صغیرة مؤنث آمد؟ صغیرة صفت فنادق است. برای چی مؤنث آمد؟ به خاطر آنه که فنادق این چی هست؟ جمع غیر عاقل است. جمع غیر عاقل گفتیم اگر صفت که کردیم
با مؤنث صفتش میکنیم. پس این فنادق الصغیره در اینجا جوابش شما می نویسید که هی بعیدتون، هی بعیدتون و دور هست، یا که میگوید که هی قریبتون و نزدیک است و چیزی گفتنی که باشه دور هست یا نزدیک است میگوید هی بعیدتون یا که هی قریبتون. هی بعیدتون گفتید و دور هست، هی صغیرتون گفتید و نزدیک، بگیم هی قریبتون گفتید و قریب است. رقم 10 لمن هذه الاقلام الجديده، از آن کی است این قلم های نو؟ از کی است این قلم های نو؟ پس برای چی هذه اومد؟ سببش در چی است؟ یکم و دوم برای چی الجدیده تو گفتیم الجدیدون گفتیم؟ این سوالات دیگه خودتون جواب بدید زیرا که چند بارها تکرارش کردیم. لمن هذه الاقلام الجديده، پس در جمع نویسید که هی لمدیری الشرکتی، مثلا وای امو قلم ها از مدیر شرکت است، یعنی که از رئیس کمپانی است. لمدیر شرکتی از مدیر کمپانی است. یا که میگه که هی للمدرسی، هی للمدرس، یعنی که او از مدرس است. خلاصه که هی میارید. برای چی هی میارید؟ و بارها گفتیم جوابش رو خودتون بگویید. رقم 2 میگه که حول المبتدأ فی کل من الجمل الآتیه الى جمع، میگه که تغییر بده مبتدا را، حول یعنی بگردان مبتدا را، فی کل جمل فی کل حول المبتدا، یعنی تغییر بده مبتدا را فی کل من الجمل الآتیه، در هر یک جمله که می آید الى جمع، جمعش که میگه مبتدا در اینجا مفرد است، مبتدا را میگیریم جمعش میکنیم، مبتدا رو گرفته جمع میکنیم. ببینید میگه که مثال الباب مفتوحون، درک شده است، الباب مبتدا است و مفرد است، مفتوحون خبر هست، مفتوحون در آخرش ت نموندیم. برای چی؟ البابو مفرد است و مذکر هست، برای همین خاطر مفتوحتون نگفتیم. یکم اگر باب جمع کردیم میگیم که الابوابو مفتوحتون، بعد وقتی که الابوابو که گفتیم مبتدا میشود، مبتدا من جمع غیر عاقل کشید، خبر باید مؤنث بیاریم، خبر باید مؤنث بیاریم. پس میگیم که مفتوحتون، ببینید اینجا خودش کار کرده است، الابواب مفتوحتون یعنی که درها گشاده شده است. همین طور پایانش رو خودتون کار میکنید. مثلا رقم 1 رو ببینید، هذا قلم جدید، این قلمی نو است. همین را جمع کردن در کار است. قلم هم میگیریم جمع میکنیم میشه اقلامو. جدیدون را صفت که میکنیم، قلم از صفت که میکنیم چی میگیم؟ وقتی جمع غیر عاقل صفت که کردیم با مؤنث صفتش میکنیم، پس میگیم که جدیدتون. پس اقلامو جمع غیر عاقل هست، اسم اشاره مؤنث میاریم، هذا نمیگیم، میگیم که هذه اقلامون جدیدتون، هذه اقلامون جدیدتون، این قلم های نو است. اینجا یک مثال بسیار نازک است براتون بگم، ان شاء الله فایده اتون میکنه. ببینید هذا اسم اشاره است و مبتدا است، قلمون در اینجا بدل هست، بدلش میگیم نه. برای چی؟ به خاطر اونه که قلمون الف لام ندارد. اگر الف لام که میداشت بدلش میگفتیم، الف لام که ندارد قلمون ما خبر میگیم. پس میگیم هذا مبتدا است و قلمون خبر. جدیدون صفت قلم هست، فهمو؟ جدیدون صفت قلم هست. پس ما در اینجا در جمعش گفتیم که هذه مبتدا شد. برای چی هذه گفتیم؟ برای اقلامو در اینجا جمع غیر عاقل است، اقلامون جدیدتون میگیم، جدیدتون میگیم. برای چی جدیدتون صفت مؤنث آوردیم؟ برای اقلامو غیر عاقل است. و ببینید در اینجا اگر همین قلم داوز ما الف لام بمونه بگیم که هذا القلم، هذا القلم بگیم، اگر هذا را مبتدا میگیم القلم را بدل میگیم، جدیدون رو بعد جدیدون رو خبر میگیم، جدیدون خبر میشود. اما اگر بگیم که هذا چطوری که نوشتگی است، هذا قلم جدیدون، هذا مبتدا است، قلمون خبر هست، جدیدون صفت است. این را خوب اهمیت بدید. ببینید یک الف لام چیکار کرده است. هذا القلم گفتیم، هذا مبتدا، القلم بدل ای هذا شد، جدیدون این خبر شد اگر القلم بگیم. اما
هذا قلمون که گفتیم به الف لام که گفتیم هذا مبتدا میشود، قلمون خبر میشود، خلاص جدیدون صفت میشود، صفت قلم میشود. این رو بسیار اهمیت بدید، خودتون کار بکنید و خودتون همینطور مثال ها را بنویسید. رقم 2 رو ببینید. النجم جمیل، ستاره زیبا است. النجم ستاره مبتدا، جمیل خبر، زیبا است. و نجم ما باید جمع کنیم، مبتدا را جمع کنیم، میگیم که النجوم یعنی ستاره ها. وقتی مبتدا ما جمع کی شد، جمع غیر عاقل کی شد، خبر را ما چیکار میکنیم؟ خبر را مؤنث میاریم. پس میگیم که النجوم جمیلتون، میگیم جمیلتون. برای بگن که اگر سوال کنن که برای چی جمیلتون گفتید، میگم به خاطر اینکه مبتدا ما جمع غیر عاقل است. النجوم جمع غیر عاقل است، برای خاطر خبر ما مؤنث میگیریم، جمیلتون میگیم. پس میگیم که النجوم جمیلتون یعنی ستاره ها زیبا است. رقمی 3 را ببینید. ذالک کتاب قدیم، یعنی که آن کتابی کهنه است. قدیم کهنه. پس ذالک اسم اشاره برای بعید مذکر هست. کتابون یک کتاب است. پس ما کتابون را باید جمع کنیم، بگیم کتبون. کتبون قدیمون. کتبون. کتب رو وقتی جمع کردیم ما مبتدا رو باید مؤنث کنیم اکنون. برای ذالک مذکر است. تلکش میکنیم. برای گفتیم جمع غیر عاقل ما اشاره که کردیم به مفرد مؤنث اشارهش میکنیم. پس ذالک برای مفرد مذکر است. مفرد مؤنث چی است؟ تلک. پس بگیم که تلک کتبون قدی چی میگیم؟ آخرش ت میمونیم یا نه؟ بله میمونیم. برای چی؟ به خاطر آنه که کتب جمع غیر عاقل است. پس میگیم که قدیمتون. قدیمتون. قدیمتون صفت کتب است. برای هم خاطر گفتیم قدیمتون، آخرش ت موندیم. در ذهنتون داشته باشید. اینجا هم خودتون کار کنید، بگید که ذالک الکتاب، گفتم اعرابش چی میشود؟ ذالک الکتاب الف لامش بمونم چی میشود؟ الف لامی که موندیم بدل میشود. قدیمون بعد خبر میشود. بعد ذالک مبتدا، الکتابو بدل، قدیمون خبر میشود. لیکن ذالک مبتدا است، کتابون الف لام ندارد. الف لام که ندارد خبر ای خودش. ذالک مبتدا شد، کتابون خبر شد، قدیمون صفت کتاب شد. در جمع که باشد میگیم که تلک الاقلام، تلک اقلامون الف لام نمیمونه میشه. تلک اقلامون قدیمتون، یعنی که آن قلم های زیبا است، قلم های کهنه است. رقم 4. ذالک البیت جمیل، آن خانه زیبا است. آن خانه زیبا است. ببینید ذالک اسم اشاره مذکر هست. البیت یک خانه. بیت رو میگیریم جمع میکنیم میشود که بیوت، البیوت. پس میگیم که تلک البیوت، تلک البیوت. تلک مبتدا است، مؤنث است. برای چی؟ برای بیوتو بدلش است و بدل جمع غیر عاقل است. البیوتو بدل شد. مبتدا ما مؤنث است، خبر چی میاریم؟ خبر مؤنث میاریم. جمیلون مذکر است، چطور مؤنث میکنیم؟ جمیلتون. پس میگیم که ذالک، بس میگیم که تلک البیوت جمیلتون، یعنی آن خانه ها زیبا است. جمیلتون مؤنث میاریم برای اینکه مبتدای ما مؤنث است. پس ببینید در اینجا ذالک اسم اشاره است. البیت الف لام که دارد میگیم بدل است. الف لامش بگیریم چی میشود؟ الف لامش که گرفتیم بدل نمیشود، خبر میشود. پس میشود که ذالک آن مبتدا شد، بیتون خبر میشود، جمیلون صفت بیت میشود. ببینید الف لام که موندیم بدل میشود، الف لام که گرفتیم ای بیت، البیت الف لامش که گرفتیم در اینجا چی میشود؟ در اینجا خبر میشود، جمیلون صفتش میشود. فهمو؟ اما اگر که البیتو که گفتیم بدل ای هذا میشود، بدل ای ذالک میشود و جمیلون خبر میشود، صفت شده نمیتونه دیگر، جمیلون خبر میشود. رقم 5 اینجا حرف ه نوشتگی است، یعنی رقم 5. هذا الدرس سهل، هذا الدرس سهل، این درس آسان است. اگر جمعش کرده میگیم دروسو.
هذا را بعد مؤنث میکنیم. برای دروس و جمع غیر عاقل است میگیم که هذه الدروس سهلون میگیم؟ نه، چی میگیم؟ مؤنث میاریم. سهلتون، آخرش ت میمونیم. سهلتون. پس میگیم که هذه الدروس سهلتون، این درس ها آسان است. اینجا هم همچنین سوال کنین خودتون رو. هذا مبتدا است، الدرس بدل است، برای الف لام دارد. الف لام ش بگیریم چی میشود؟ الف لام ش کی گرفتیم؟ این الدرس خبر میشود. هذا مبتدا میشود، درسون خبر میشود، سهلون صفت درس میشود. فهمو؟ اما اگر هذا مبتدا است، الدرس گفتیم الف لام قطعی گفتیم، با الف لام کی گفتیم، در اینجا الدرس بدل ای هذا میشود و سهلون خبر میشود، دیگر صفت شده نمیتواند. ببینید این قاعده را استفاده برای تو اینکه در ذهنتون بماند. رقم 6 ذالک الجبل بعید. ذالک الجبل بعید یعنی آن کوه دور هست. ذالک الجبل، ذالک مبتدا است، الجبل بدل هست، بعید خبر هست. ذالک الجبل بعید، آن کوه دور هست. جبل باید ما جمعش کنیم، چطور میگیم؟ جبال، الجبال. پس جبال جمع غیر عاقل است، اشاره کردیم به مفرد مؤنث اشارهش میکنیم، میگیم که تلک الجبال بعیدتون میگیم. برای چی؟ به خاطر اینکه مبتدای ما مؤنث است، بعیدتون خبر است و مؤنثش میاریم. مبتدای ما مؤنث است یعنی که جمع غیر عاقل است. جمع غیر عاقل است، برای خاطر خبر ما مؤنث میاریم. رقم 7. در رقم 7 میگه که هذا المكتب مكسور. هذا المكتب مكسور، این میز شکسته شده است. این میز شکسته شده است. ببینید هذا مبتدا است، المکتب بدل ای هذا است و مکسورون خبر هست. پس ما مکتب جمع میکنیم، میگیم که هذه المکاتب مکسوره تون ته میگیم. برای چی؟ به خاطر آنه که مکاتب مبتدای ما چی است؟ جمع غیر عاقل است. جمع غیر عاقل است، برای خاطر خبر ما مؤنث میاریم، میگیم که هذه المکاتب مکسوره تون میگیم. پس هذه مبتدا شد، المکاتب بدل شد، مکسورتون خبر هذه شد. مکسورتون بگن به خاطر چی مؤنث آورده آخرش ت موندی؟ میگیم به خاطر اونه که المکاتب جمع غیر عاقل است. و در اینجا بگن که برای چی هذا المکتب مکسورون گفتی، نگفتی که مکسورتون؟ میگیم به خاطر اونه که مکتب مذکر هست و علامت تانیث ندارد، برای همون خاطر ما مکسورون میگیم. مبتدای ما مذکر است، علامت تانیث ندارد، برای همون خاطر مکسورون مذکر میاریم. رقم 8 هذا مسجد جمیل. این مسجد زیبا است. این مسجدی زیبا است. این مسجدی زیبا است. ببینید هذا مبتدا، مسجدون خبر، جمیلون صفت مسجد. اکنون این را جمع میکنیم، میگیم که هذه مساجد جمیلتون. هذه مبتدا شد، مساجد خبر شد، جمیلتون صفت مساجد شد. بگم به خاطر چی جمیلتون گفت و آخرش ت گفتی؟ میگه مساجد جمع غیر عاقل است و جمع غیر عاقل رو صفت که کردیم ما با مؤنث صفتش میکنیم، میگیم جمیلتون، مساجد جمیلتون. رقم 9 هذه ساعة رخیصة. هذه ساعة رخیصة یعنی که این ساعتی ارزان هست. رخیص یعنی که ارزان. برای چی رخیصتون گفتیم؟ به خاطر آنه که ساعت مؤنث است، مبتدای ما مؤنث که هست و برای همین خاطر رخیصتون میگیم. صفت رخیصتون صفت ای ساعت میشود. هذه مبتدا است، ساعتون خبر. ساعتون منعوت است، رخیصون نعت یعنی صفت. رخیصتون صفتی ساعت است. ساعت که مؤنث است، رخیصتون هم مؤنث میاریم. اگر همین را جمع کرده میگیم که هذه ساعات رخیصتون. یکم فرقیت نمیکنه، فقط ساعت جمع میکنیم خلاص. هذه ساعات رخیصتون. پس میشود که این ساعت های ارزان است. هذا ساعت رخیصتون، این ساعتی ارزان است.
هذه ساعات رخیصتون، این ساعت های ارزان است. رخیصتون را به خاطر چی معنی آوردیم در ساعاتون؟ به خاطر اینکه ساعاتون جمعی چی است؟ جمعی غیر عاقل است. و رقم 10 تلك الطائرة کبیرتون، تلك الطائرة کبیرتون، یعنی که آن سملیات کلان است، آن سملیات کلان، یا آن پرنده کلان است. ببینید تلک مبتدا است و الطائرة بدل هست، برای الف لام دارد، بدل هست. کبیرتون خبر است. کبیرتون برای چی مؤنث آوردیم؟ برای که طائرة مؤنث است. طائرة مؤنث که است، مبتدا مؤنث که است، برای مخاطب خبر مؤنث میاریم. پس میگیم که تلک طائراتون، تلک الطائرات کبیرتون، رنگ بالاگی در بالا که فقط ساعات جمع آوردیم، در اینجا هم تری میکنیم، میگم تلک الطائرات، فقط طائرتون طائرات میکنیم، طائراتون، تلک الطائرات کبیرتون چطوری که است همین طور مینویسیمش، تغییرات نمیتیم. به خاطر اینکه طائراتون مؤنث است، مبتدای ما، کبیرتون خبر که است مؤنثش میوریم، مفرد مؤنثش میوریم. رقم 11 هذا طالب جدید، این طلبه نو است، این شاگرد نو است. هذا مبتدا، طالب خبر، جدید صفت طالب. این را جمع که کرده میگیم که هؤلاء برای طلاب چه است؟ عاقل است، غیر عاقل نیست، عاقل است. میگیم که هؤلاء طلاب جدد، هؤلاء طلاب جدد، میگیم که آنها طلبه های نو هستند. هؤلاء میگیم به خاطر چی؟ به خاطر آنه که جمع عاقل است. طالبون جمع، طلابون جمع عاقل که است، برای خاطر مبتدا را ما هؤلاء میگیم. هؤلاء اسم اشاره للقریبی، یعنی که اینها، هؤلاء اینها، طالبون طلابون طلبه ها است، جدودون نوها است. جدودون جمع جدید می شود، صفت برای طلاب می شود و طلاب رو به الف لام می نویسیم. به خاطر اینکه اگر که بگیم هؤلاء الطلاب که گفتیم الطلاب بدل ای هذه میشه، برای الف لام که نویسیم بعد اسم اشاره اگر با الف لام بیاد بدل می شود و جدودون خبر می شود اگر که الطلاب بنویسیم. یکی در اینجا مثلا که هذا مبتدا است، طالبون خبر است، اگر الف لامش بنویسیم الطالبوش که بنویسیم الطالبو بدل ای هذا می شود و جدیدون خبر می شود. لیکن در اینجا هذا مبتدا، طالبون خبر است، جدیدون صفت است، صفت طالب. رقم 12 ذلك الرجل عالم كبير، ذلك الرجل عالم كبير، یعنی که آن مرد عالمی کلان هست. ذالک آن اسم اشاره برای بعید مذکر، الرجل این بدل ذالک است، اسم اشاره بعدش الف لام که اومد، اسم الف لام دار که اومد بدلش میگیم. ذالک الرجل، ذالک مبتدا، الرجل بدل، عالم خبر شد، خبر، کبیرون صفت عالم است. عالمون علامت معنی است که ندارد، برای خاطر کبیرون میگیم. خب اکنون را جمع که کرده میگیم که اولئک الرجال، اولئک الرجال علماء کبار، میگیم علماء کبارون، میگیم علماء کبارون. پس میگیم که هؤلاء الرجال، اولئک، هؤلاء اولئک اسم اشاره برای بعید، اولئک الرجال یعنی که آن مردها، علماء کبارون عالم های کلان است. برای چه علماء نمیگیم؟ به خاطر اینکه در آخرش الف و همزه زائده دارد، علماء میگیم علماء کبارون، یعنی که عالم های کلان است. علماء خبر شد، کبارون صفت علما شد، صفت علما. رقم 13 هذا النهر كبير، هذا
النهر کبیر، این دریا کلان است. هذا مبتدا، النهر بدل، برای الف لام دارد بدل. کبیرون خبر شد، هذا مبتدا کبیرون خبر. پس میگیم که هذا النهر کبیرون، این دریا کلان است. پس این را جمع میکنیم. چطور جمعش میکنیم؟ میگیم که هذه الانهار، این دریاها. الانهار می نویسیم برای بدل شود. ای هذه را برای چی مؤنث آوردیم؟ برای الانهار جمع غیر عاقل است. می نویسیم که هذه الانهار کبیرتون. برای چی کبیرتون میگیم؟ به خاطر اینکه مبتدا ما جمع غیر عاقل است. الانهار جمع غیر عاقل که هست، برای همین خاطر خبرش کبیرتون میگیم، با مؤنث میاریم. همینطور می نویسید که هذه الانهار کبیرتون، این دریاها کلان هست. این بود تمرین رقمی 2. بگذاریم به تمرین رقمی 3. میگه که ضع فی الاماکن الخالیه فیما یلی اخبارا مناسبتا. میگه که مناسبتا، میگه که ضع بگذار فی الاماکن الخالیه، در جایهای خالی. اماکن گفتیم جمع مکان است. الامکنه یا الاماکن جمع مکان است. مکان یعنی جای. ضع فی الاماکن الخالیه یعنی بگذار در جایهای خالی، فیما یلی در آن چیزی که می آید، اخبارا مناسبتا، اخبار مناسب را، اخبار مناسب را بمان میگه. اخبارا جمع خبره، خبرون یک خبر، اخبارون خبرها. اخبار یعنی خبرها. اخبار مناسبتا یعنی که اخباری که مناسب است. رقم 1 رو ببینید. میگه که البیتو، البیتو خانه. اکنون خبر باید ما بمونیم. البیتو، اگر البیتو مبتدا، خبر چطور میگیم؟ میگیم قریبون. مثلا البیتو قریبون، یعنی البیتو مبتدا شد، قریبون خبر. البیتو قریبون یعنی خانه قریب است. یا میگیم که البیتو صغیرون، یا میگیم البیتو کبیرون، یا میگیم البیتو بعیدون. هر کدامش که بگیم جایز است. این یک جمله. اگر بخوایم که شبه جمله بمونیم، یعنی مبتدا یعنی که جار و مجرور بمونیم، میگیم که البیتو مثلا عند المسجدی، ظرف قطعی میشه، بعد عند المسجدی بعد خبری البیتو میشود. رقم 2 رو ببینید. النجوم، ستاره ها. النجوم، ستاره ها مبتدا است. باید ما خبر بمونیم. خبرش چطور بمونه؟ میگیم که ستاره ها مثلا دور هست، بعیدون میشود، بعیدون دور. پس النجوم جمع است، جمع غیر عاقل است و مبتدای ما جمع غیر عاقل است. باید خبر ما مفرد مؤنث بیاریم. چطور میاریم؟ النجوم بعیدتون، النجوم بعیدتون یعنی که ستاره ها دور هست. البعیدتون نمی نویسیم. اگر البعیدتون که نویسیم صفت نجوم میشود، با خبر نیست، به الف لام می نویسیم. بعیدتون یعنی دور هست. رقم 3 الباب، بابو در. در مثلا میگیم که در گشاده شده است، میگیم که الباب مفتوح، در گشاده شده است. المفتوح نمی نویسیم، مفتوح به الف لام یعنی گشاده شده است. اگر بگیم که الباب المفتوح، در این صورت جمله پره نمی شود، یعنی که دری گشاده شده می شود. معنیش یعنی که گپ پره نمی شود. بگیم که باید ما بگیم که در گشاده شده است، یعنی در هوی است. میگیم که الباب مفتوح. ببینید یک الف لام چطور رول بازی کرده ایستاده است. الباب مفتوح گفتیم یعنی که در گشاده شده است. اگر بگیم که الباب المفتوح یعنی در گشاده، یعنی گپ پره نمی شود. یعنی در گشاده چی؟ کسی بشنود انتظار میشه که در گشاده است، یگان گپ خبر شده است، چی شده است، یعنی انتظاری دوام گپت می شود. لیکن بگی که الباب مفتوح یعنی در گشاده شده است، میدونه که در هوی بوده است، خلاص. رقم 4 القلم، القلم قلم. مثلا میگه که قلم شکستگی است، میگه که القلم مکسورون به الف لام. المکسور نه، مکسورون یعنی قلم شکسته شده است. اگر بگی که القلم المکسور یعنی قلم شکستگی، گپت پره نشد. اگر بگی که القلم مکسورون یعنی قلم شکسته است، گپت پره شد. رقم 5 البیوت، خانه ها. مثلا که خانه ها میگویی بلند است، بلند است یعنی که بلند آشیانه است، یا میگویی که زیبا است.
البیوتو، البیوتو مبتدا است. نگاه میکنیم که بیوتو جمع غیر عاقل است. وقتی صفتش که کردیم، وقتی خبر که آوردیم این مبتدا از خودش، خبر که آوردیم باید مفرد مؤنث بیاریم. میگیم که البیوتو جمیلتون، آخرش ته میمونیم. برای چی؟ به خاطر اینکه بیوت جمع غیر عاقل است و مبتدا است و خبر باید ما مؤنث بیاریم، مفرد مؤنثش میاریم. البیوتو جمیلتون، میگیم که خانه ها زیبا است، خانه ها زیبا است. البیوتو جمیلتون، خانه ها زیبا است. رقم 6 رو ببینید. الابواب، الابواب یعنی درها. مثلا میگیم که درها کشاده است، درها کشاده است. چطور میگیم؟ الابواب رو نگاه میکنیم جمع غیر عاقل است، بس کشاده شده رو ما مؤنث میگیریم، یعنی که مبتدا است، خبر باید مؤنث بیاریم. میگیم که الابواب مفتوحتون، میگیم یعنی که درها کشاده شده است. المفتوحه نه، به الف لام مینویسیم. هر وقت گفتیم که مبتدا خبر بنویس، مبتدا الف لام که داشته باشد خبر به الف لام مینویسی. اینجا الابواب مبتدا است، الف لام دارد، باید ما خبر بنویسیم، مینویسیم که مفتوحتون. برای چی مفتوحتون گفتیم؟ به خاطر اینکه جمع غیر عاقل است. الابواب جمع غیر عاقل است. رقمی 7 السیارات، السیارات یعنی ماشین ها. مثلا میگه که ماشین ها دوند هستند، میدوند یعنی تیز میروند. میگیم که السیارات سریعتون، سریعتون میگیم. برای چی سریعتون آخرش ته میمونیم؟ به خاطر اینکه سیارات جمع غیر عاقل است و مبتدا است، سریعتون میگیم و خبر میشود و مفرد مؤنث است. جمع عاقل اگر، جمع غیر عاقل اگر ما مبتدا باشد خبرش مفرد مؤنث میاریم. گفتیم موضوع درس ما و شما است. السیارات میگیم سریعتون، یعنی که ماشین ها بسیار تیز دوند هستند. رقم 8 رو ببینید. المندیلو، المندیلو یعنی روی مالچه، المندیل یعنی که روی مالچه. وقتی که ما بگوییم که المندیلو یعنی روی مالچه، گفتنی باشیم که زیبا است، میگیم که جمیلون، زیبا است. یا بگیم چرکین است، میگیم که وسیخون، وسیخون چرکین است. برای چی وسیختون نگفتیم؟ به خاطر اینکه مندیل یک مندیل است، علامت تانیث ندارد. یک مندیل است، یک روی مالچه است و علامت تانیث که ندارد. برای همین خاطر ما را چیکار میکنیم؟ این را صفت خبر که آوردیم مذکرش میاریم، میگیم المندیلو وسیخون یا که المندیلو جمیلون، میگیم علامت تانیثش نمیمونیم. رقم 9 الفنادق، الفنادق یعنی که مهمانخانه ها. مثلا میگیم که مهمانخانه ها دور هست. الفنادق رو نگاه میکنیم جمع غیر عاقل است، مبتدا است و خبر باید ما مفرد مؤنث بیاریم. میگیم که الفنادق بعیدتون، بعیدون نه، بعیدتون. بگم برای چی بعیدتون گفتی؟ به خاطر آنه که میگیم سببش این هسته که مبتدای ما جمع غیر عاقل است. الفنادق جمع غیر عاقل است و خبر باید ما مفرد مؤنث بیاریم، بعیدتون. الفنادق بعیدتون یعنی که مهمانخانه ها دور هست. رقم 10 رو ببینید. الطلاب یعنی طلبه ها، مبتدا است، باید ما خبر بیاریم. الطلاب جمع است، مثلا خبر باید ما مفرد مؤنث بیاریم؟ نه. برای چی؟ به خاطر اینکه طلاب جمع عاقل هست، جمع عاقل یعنی طلبه ها عقل دارن، جمع عاقل هست. پس میگیم که الطلاب جدودون یعنی طلبه های نو، طلبه ها نو هستند، طلبه ها نو هستند. الطلاب الجدود گفتی یعنی طلبه های نو میشود، لیکن گفته که الطلاب جدودون به الف لام نوشتی، میشود که طلبه ها نو است، طلبه ها نو است. چطوری گفته بودیم که در درس‌های گذشته که مبتدا و خبر در آخرش در تاجیکی است خوش میکنه. مثلا که الطلاب جدودون یعنی که طلبه ها نو است. رقم 11 القمصانو، القمصانو رو میدونید چی است؟ قمصانو ما و شما مفرد چه خونده بودیم؟ قمیسون، قمیسون گفته بودیم پیراهن، کرته، پیراهن. و جمع قمیس قمصاصون میشود، القمصاصو یعنی پیراهن ها. پس می نویسید در اینجا اگر نوشتنی باشد که پیراهن ها زیبا است، می نویسید که القمصاصو جمیلتون،
برای چی جمیلتون؟ به خاطر که قمصاس یعنی که پیراهن ها جمعی غیر عاقل است. جمعی غیر عاقل که هست خبر ما مفرد مؤنث میاریم میگیم جمیلتون. پس میشود که القمصاس جمیلتون یعنی که پیراهن ها زیبا است. یا می نویسیم که القمصاس کبیرتون یعنی پیراهن ها کلان است. یا می نویسیم که القمصاس صغیرتون. هم چیزی که نوشتیم خبره باید در آخرش ت بمونیم، علامت تانیث بمونیم. صغیرتون یعنی معده است. یا می نویسیم که القمصاس وسختون یعنی که پیراهن ها چرکین است. و هر چیزی که نوشتیم در آخرش ت تانیث میمونیم به خاطر اینکه قمصاس جمع غیر عاقل است. و میگذاریم بعد تمرین رقم 4 میگه هاتی جمع الکلمات الآتیه صفت کلمات. میگه که هاتی یعنی بته بیار، هاتی بیار جمع کلمات الآتیه جمع کلمه های می آمدگی را. جمع الکلمات الآتیه جمعی کلمه های می آمدگی را. ببینید در اینجا کلمه را میارد باید ما و شما جمع شه بگیم. مثلا بابون، باب یک در. اگر درها گفتیم چی میگیم؟ ابوابون درها. بیتون یک خانه. اگر خانه ها گفتنی باشه چی میگیم؟ بیوتون. نجمون یک ستاره. اگر ستاره ها گفتنی باشه چی میگیم؟ نجومون یعنی ستاره ها. و قلمون یک قلم. اگر قلم ها گفتنی باشه چی میگیم؟ اقلامون. و اینها را می نویسید و در ذهنتون میگیرید. و حمارون اگر که جمعش گفتنی باشه حمار یک خر. اگر خرها گفتنی باشه چی میگیم؟ حمورون خرها. باید جمع دیگه هم گفتیم اون چی است؟ حمیرون. حمورون یا که حمیرون یعنی خرها. سریرون کت یک کت. اگر کت ها گفتنی باشیم چی میگیم؟ سرورون یعنی که کت ها. نهرون دریا. اگر که دریاها گفتنی باشیم چی میگیم؟ انهارون یعنی دریاها. انهارون دریاها. سیارتون یک ماشین. اگر ماشین ها گفتنی باشیم چی میگیم؟ سیاراتون ماشین ها. سیاراتون ماشین ها. و اینجا کلبون یک سگ. اگر سگ ها گفتنی باشیم چی میگیم؟ کلابون یعنی سگ ها. طائرتون پرنده یا سمالیات. اگر که پرنده ها گفتنی باشیم یا سمالیات ها گفتنی باشیم چی میگیم؟ طائراتون یعنی که پرنده ها یا سمالیات ها. درسون یک درس. اگر درس ها گفتنی باشیم چی میگیم؟ دروسون یعنی که درس ها. بحرون یک بحر. اگر بحرها گفتنی باشیم چی میگیم؟ بحارون یعنی که بحرها. کتابون یک کتاب. اگر کتاب ها گفتنی باشیم چی میگیم؟ کتبون. قمیصون یک پیراهن. اگر که پیراهن ها گفتنی باشیم چی میگیم؟ قمصانون یعنی که پیراهن ها. دراجتون دوچرخه. اگر که دوچرخه ها گفتنی باشیم چی میگیم؟ دراجاتون یعنی که دوچرخه ها. حقلون یعنی که کشتزار. حقلون چی میشود؟ کشتزار. یک زمینه که کشتکاری میکنن. اگر جمعش گفتنی باشیم چی میگیم؟ حقلون یک کشتزار. اگر جمعش گفتنی باشیم حقولون یعنی که کشتزارها. حقولون کشتزارها.
جبلون یک کوه. اگر کوه ها گفتنی باشیم چی میگیم؟ جبالون. جبالون یعنی کوه ها. جبالون کوه ها. پس این بود درسی امروزه ما و شما، یا که این کلمات جدیدی که باید شما خودتون کار کنید و خودتون بنویسید اینها را و از یاد کنید، تا اینکه هر یک کلمه را مفرد چه که میگویی باید جمعش بدونید. و حقلون میشود حقولون بگیم، کشزارها، و میشود همچنین احقالون بگیم. احقالون هم کشزارها میشود. حقولون یا احقالون یعنی که این جمعش است. جمعش در یادتون بگیرید. حقولون یا احقالون دو جمع دارد. حقولون جمعی تکثیرش میگن و احقالون جمعی بگیم جمعی کم هست، یعنی که جمع قلتش میگوین. جمع قلت. اینها را انشاءالله در آینده میفهم جمع تکثیر چی است، جمع قلت چی است. و میگوید که الکلمات الجدیده تو یعنی کلمه های نو. الکلمات الجدیده تو یعنی کلمه های نو. الشرکتو، شرکتو شرکت یا کمپانیا، جمعش شریکاتون میشود. جمعش میگه جیم کردگی، جیم یعنی جمعش. شرکاتون یعنی شرکت ها، کمپانیا ها. مدیر الشرکتی یعنی که رئیس شرکت، رئیس کمپانیا. مدیر الشرکتی یعنی که رئیس کمپانیا. و رخیصون میگه، رخیصون یعنی که ارزان. رخیصون ارزان. و میگه همچنین کلمه نو القمی، القمیسو اینجا در بالا یا تشدید موندگی خطا است. القمیسو در اون جای تشدید باید ساکن باشد. القمیسو یعنی که قمیسو ما شما خونده بودیم که پیراهن. قمیس پیراهن رو میگن. قمصانون جمعش میگه قمصانون میشه، یعنی که پیراهن ها. قمیسون یک پیراهن، قمصانون پیراهن ها. این را کلمه های جدیدش است. این را حفظ کنید و چیزی که در درس قاعده های گراماتیکی گفتیم، هر چیزی گفتیم اون را در ذهنتون داشته باشید و حفظ کنید و در ذهنتون داشته باشید که این درس ها بسیار درس های مهم و بسیار درس های لازم و بسیار درس های مهم می باشد برای کسی که میخواهد زبان عربی را یاد بگیرد. پس این بود درسی امروزه ما و شما و درسی 17 و درسی 17 از کورسی یکم را در اینجا به پایان میرسانیم و تا درس آینده یکایک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.